الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى أفضل الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضار گرامی و دوستای محترم، امروز قسمت ششم مسئله که ما در زیر بحث داریم او را مسئله تقلید است و در این تحقیق و درس خود انشاءالله نقل اقوال دو علما را که بر یکی از اونها غیر مقلدین و کسایی که منکر مسئله تقلید هستند خیلی های اعتماد دارند. بنابراین ما خواستیم نقل اقوال ابن تیمیه را برایتان بنماییم در این مسئله و در ضمن از کتاب خطیب بغدادی رحمه الله که به نام الفقه و المتفقه است، در این موردم که احکام شرعی را به دو قسم تقسیم کرده، بعد از او که در کدامش تقلید جواز داره و در کدام مسائل نداره او را هم بیان کرده، برایتان بیان میکنیم. اولا این فتاوای مجموعه الفتاوای ابن تیمیه هست، مجلد 20 هست، چاپ ریاض است. در اینجا در صفحه 230 می فرمایا و كذلك المسائل الفرعية من غالية المتكلمة والمتفقه من يوجب النظر والاجتهاد فيها على كل احد. میگه مسائل فرعیه از غالیه متکلمه و کسایی که متفقه هستند اونا میگن که اجتهاد و طلب دلیل و نظر بر عامی هم حتی علی العامتی، حتی بر عامی هم لازم است که میگه از اونا طلب دلیل بکنن. چنانه که امروز قول غیر مقلدین هم امی است. غیر مقلدین این قول را دارن و میگن که باید عامی باشه، عالم باشه، وقتی یک مسئله را پرسان میکنیم بالای از اونا لازم است که دلیل پرسان بکنه و طلب دلیل بکنه. بنابراین میگه و هذا ضعیف، ای ضعیف است. چرا؟ لانه لو کان طلب علمها واجبا على العیان، اگر طلب علم از این مسئله بر اعیان لازم باشه، باز او واجب می باشه بر قدرت و قدرت معرفت لازم می داشته باشه از ادله مفصله، باز این تعسر و تعذر لازم داره. عوام الناس کجا میتونه مسئله حدیث را بدانن، قرآن را، عام را، خاصم، مشکل، متشابه، این مسائل را کجا میدانن؟ بعد می فرمای و به ازائهم من اتباع المذاهب ما یوجب التقلید فيها على جمیع من بعد الائمه. و باز میگه که تقلید، کسی که وجوب تقلید بعد از عصر ابی حنیفه رحمت الله علیه و مالک مطلقا، میگه هل یجب على كل واحد اتباع شخص معین من الائمه؟ اینطور بیان میکنه آیا لازم است به هر واحد اتباع شخص معین از ائمه که تقلید اونا را بکنه در رخصت و عزایم و این مسائل؟ باز میگه ای به دو حصه تقسیم میشه، به دو حصه تقسیم میشه. و هذان الوجهان ذکرهما اصحاب احمد و شافعی رحمهم الله. میفرمایه لكن هذا يجب على الآمی ذلك والذي عليه جماهیر الامتی. اینجا موضع استشهاد است که بویی که جمهور امت قائل است ای است که اجتهاد جایز فی الجمله هست و همچنان تقلید جایز فی الجمله، تقلید جایز فی الجمله هست. حال میاییم به این مسئله که تقلید جایز است در جمله، در تمام مسائل بیان میکنه که فی الجمله تقلید جایز است. پس او غیر مقلد و کسی که میگه که تقلید جهالت است، شرک است، کفر است، نعوذ بالله من ذالک، باز آیا امی شخصیتی که خود بر روی اعتماد داره ای را هم جاهل و مشرک و کافر میگه؟ باز میگه لا یوجبون الاجتهاد على كل احد و یحرمون التقلید. میگه او اشخاصی که واجب نمیدانن اجتهاد را بر هر واحد و همچنان حرام نمیدانن تقلید را، و به جناح دیگر واجب نمیدانن تقلید را به هر کس، چرا؟ مجتهد بالای از تقلید لازم نیسته، و همچنان حرام نمیدانن اجتهاد را برای مجتهد.
بنان میگه ان الاجتهاد جایز للقادر علی الاجتهاد، میگه اجتهاد جایز است به کسی که قادر بر مسئله اجتهاد باشه، اجتهاد کرده بتوانه، بنابر او اجتهاد جایز است. و بعد میفهم القادر علی الاجتهاد و التقلید جایز للعاجزی، و میگه تقلید جایز است از برای شخص عاجز عن الاجتهاد، کسی که اجتهاد نمیتونه برای از او تقلید است و تقلید بکنه. بعد در این مورد مفصل بیان کرده در مجموع الفتاوا، شما میتونین دیده خودتان مطالعه کنین، صفحه 234 بیان کرده. حالی میاییم این فتاوا الفقه و المتفقه خطیب بغدادی است. در صفحه 542 و 543 در این باب میگذاره که باب من یسوغ له التقلید و من لا یسوغ، ای یجوز له التقلید و من لا یجوز. باب ثابت است در بیان ای که جایز است، برای چه کسی جایز است تقلید و برای چه کس ناجایز است. بعد می فرماید اما من یسوغ له التقلید، یعنی برای کسی که جایز است تقلید، فهو العامی، عامی است. عامی حالی چی را میگه؟ عامی کدام شخص است؟ الذي لا يعرف طرق الاحکام الشرعیتی، او شخصی که طرق استنباط احکام شرعی را نمیدانه، فیجوز له ان یقلد عالما، و جایز است از برای از او که تقلید یک عالم را بکنه، و یعمل بقوله، و عمل بکنه به قول الله تبارک و تعالی استعیذ بالله فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به قول الله جل و علا عمل بکنه. بعد این حدیث هم در ضمن آورده که حدثنا ابو سعید بن محمد ابن موسی السیرفی حدثنا ابو العباس، بعد آورده که از عن عطاء عن ابن عباس ان رجلا اصابه الجرح، یک شخصی زخمی شده بود در عهد پیامبر علیه السلام، یعنی فاحتلم، احتلام بعد از او محتلم شدی شخص، فامر بالاغتسال، امر کرده شد که بره و غسل بکنه، فاغتسل فمات، غسل کرد بعدش مرد. ای به پیامبر علیه السلام رسید، نبی علیه السلام فرمود که قتل کرد و شخص را خداوند قتلشان بکنه. این شفاء العی سؤال، یعنی شفای مریض سؤال است، باید سؤال میکرد از علما که چی گونه باید بکنه. بعد عطا رضی الله عنه می فرماید که این گپ به پیامبر علیه السلام وقتی رسید، بعد از سؤال کرده شد خیلی چی میکرد؟ نبی علیه السلام فرمود لو غسل جسده و ترک رأسه، اگر میشوش تمام جسد خود را و سر خود را میگذاشت در جایی که جرح بود، بمی درست بود بمی طریق. بناهن او فتوا او از عالم پرسان نکرد و قتلش آمد. چرا؟ انما شفاء العی هی سؤال، شفای مریض سؤال است. بعد در اینجا می فرماید که زیرا برای عامی جایز نیست، لانه لیس من اهل الاجتهاد، زیرا او از اهل اجتهاد نیست، فکان فرضه هو التقلید، گویا فرض از این انسان تقلید است، تقلید بکنه، مانند تقلید اعما فی القبله. مثلا یک شخص کور است، ما گفتیم تقلید قبول قول الغیر بلا حجه، یا اتباع الانسان غیره فيما يقول او يفعل معتقدا للحقیه فیه، به این معناها تقلید تعاریف داره. بعد که تقلید الاعمای فی القبله، مانند تقلید شخص کور در قبله. شخص کور است، در یک جای آمد، قبله را نمیفهمه، هر کس که او را مثلا از یک شخص پرسان میکنه قبله به کدام طرف است، به اینی طرف است نشان میده، او به طرف نماز میخوانه، بناهن ای با تقلید کرده از این شخص. چرا؟ از این دلیل نخواست، دلیل خود قرآن و سنت است، نی به نزد غیر مقلد که دو منبع را دلیل میدانه. بس میگه که باید دلیل نگفت که قبله به این دلیل از قرآن و سنت به این طریق است، دلیل نخواست، بنان قبول قول غیر را کرد بلا حجت و بلا دلیل، بنان مقلد شد و او را مقلد خود قرار دار، تقلید کرد و به طرف قبله به مو طرف نماز خواند. آیا باطل شد نمازش؟ نه خیر. بعد فإنه لما لم يكن معه آلة الاجتهاد في القبله، بعد از این که به امرای از او آله اجتهاد در قبله نبود. آله اجتهاد در امور دینی هم استعداد اجتهادی است،
علم است، علم وافر که انسان بتانه اجتهاد کرده بتانه. شخص سال کی و قدر علم داره که مسائل تقدیم و تأخیر زمانی حدیث را، ناسخ و منسوخ را بدانه، غیر از اینکه علما جدا کرده باشه برای ما بدانیم. کان علیه تقلید البصیر فیها، لازم است بالای از اعما و کور تقلید بصیر بینا در امی مسئله قبله. بعد می فرماید و حکی عن بعض المعتزلتی، حکایت کرده شده از بعض معتزله، انه قال که می گفت لا یجوز للعامی، جایز نیست از برای عامی که عمل به قول غیر بکنه، عالم بکنه تا ای که علت حکم را بفهمه. این قول معتزله است و وهابی ها می که قول میکنه از جمله معتزلی ها هستند در این مسئله. چرا این خطیب بغدادی است و این هم متن کتابش است دمی جمعی نگاره که و حکی عن بعض المعتزلتی، حکایت کرده شده از بعض معتزله در امی مورد که اونا میگفتن جایز نیست از برای عامی که اونا با قول عالم عمل بکنه تا وقتی که دلیل ندانه. پس هذا غلطتون میگه. چرا؟ لانه لا سبیل للعامی الى الوقوف على ذلك، راه برای عامی وجود نداره. عامی مسئله را کجا میدانه که بدانه که مثلا از کجا و دلیل و علت و مسائل بفهمه. بعد احکام شرعی را تقسیم میکنه، میفرماید اما الاحکام الشرعیه فالضربانی، احکام شرعیه دو قسم است. یکیش که یعلم ضرورتا، دانسته میشه ضرورت از دین پیامبر علیه السلام به ضرورت دانسته میشه، مانند نمازهای پنجگانه، زکات، صوم شهر رمضان، حج، تحریم الزنا، شرب خمر و ما اشبه ذلك، فهذا لا يجوز التقلید فیه. ما گفتیم در درس اولی تقلید در مسائل غیر منسوسی که دارای تعارض باشه و توفیق ضرورت داشته باشه، و قسم ثالثش ما بیان کرده بودیم که مسائلی که منسوس به ها از دارای احتمالات شتا هست و بیشتر احتمالات داره برای رفع احتمال، ضرور است تقلید. بنابراین در این مسائل تقلید لازم نیست. نمازهای پنجگانه تقلید ایره هیچ کس تقلید نمیکنه، زنا حرام است کس تقلید نمیکنه، شراب حرام است کس تقلید نمیکنه در این مسئله. میگه چرا؟ لان الناس كلهم یشترکون، زیرا مردم در تماما در این مشترک هستند در ادراک ازی و علم بی، فلا معنا للتقلید فیه. اما ضرب آخر، قسم آخر که به نظر و استدلال دانسته میشه که فروع عبادات و معاملات و الفروج و المناکحات و غیر ذلك من الاحکام، فهذا يسوغ فيه التقلید. این احکامی است که در او تقلید جایز است که در فروع مسائل معاملات است و مناکحات و این مسائل است. میگه بدلیل قول الله تبارک و تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ولا آلی علت بیان میکنه اگر ما منع کنیم تقلید را، لو منعنا التقلید فی هذه المسائل التي هي من فروع الدین، اگر ما منع میکنیم یا بکنیم در می مسائلی که در فروع دین هستند، لاحتاج کل احد، احتیاج پیدا میکنه هر شخص ان یتعلم ذلك، که بره و خودش تعلم بکنه این مسائل، و فی ایجاب ذلك قطع عن المعایش، و در واجب دانستن چنین مسئله قطع از معایش هست، یعنی معیشت زندگی قطع میشوه. هر کس که بره و مصروف مسائل و تعلیم دروس شوه، این معاملات و مسائل دنیوی دیگر را کی پیش ببره؟ و حلاک الحرس والماشیه، و زندگی تباه میشه. فوجب ان یسقطه، پس واجب شد که از هر واحد ساقط شود. چنانی که از قول ابن تیمیه همه معلوم شد که بالای هر واحد اجتهاد لازم نیست و بالای هر واحد تقلید لازم نیست. بالای او کسی که اجتهاد لازم نیست او عامی است، و بالای او کسی که تقلید لازم نیست او مجتهد است. بناهن بر مجتهد او اجتهاد میکنه، استخراج و استنباط احکام میکنه برای عوام الناس و اونا عمل میکنن، و بالای مقلد لازم است تقلید علمای خودش که عمل بکنه و تقلید علما را بکنه. انشالله امی قسمت امی قدر کفایت میکنه. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.